درود به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به چنل چس 24 آیار لایت. امروز میخوایم با هم راجع به مبحث حمله و دفاع صحبت کنیم. خب اول بازی خیلی موقع دیدین همه با حرکت E4 بازی آغاز میکنن، در جواب E5 اسب F3. خب تا قبل از حرکت اسب F3 چی شده؟ دو تا پیاده مقابل هم قرار گرفتن، هیچکی هم به هیچکی حمله نکرده. بعد از حرکت اسب F3 خود اسب در خونه F3 داره به پیاده E5 حمله میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره تهدید میکنه که در حرکت بعدی بیاد این پیاده رو بگیره، یک پیاده از سیاه جلو بیفته. حالا سیاه میاد چیکار میکنه؟ سیاه میاد اسبشو میذاره توی خونه C6، از این مهرش دفاع میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره میگه اگر سفید اومد با اسبش پیاده منو گرفت، منم با اسبم اسب سفید رو میگیرم. و خب این موضوع قطعاً به ضرر سفید خواهد بود اگر بخواد این تعویض رو انجام بده. چرا ما اینو از کجا میدونیم؟ از امتیاز مهره ها. حالا امتیاز مهره ها چی هن؟ خب پیاده ها یکن، همه پیاده هر کدومشون یک دونه امتیاز دارن. اسب 3 امتیاز داره، فیل هم 3 امتیاز داره، رخ ها 5 امتیاز دارن و نهایتا وزیر 9 امتیاز داره. بر اساس این امتیازا شما میتونید بسنجید ببینید آقا گرفتن خوبه یا بده. الان سفید میبینه اگه بزنه 3 امتیاز از دست انگار یک امتیاز میگیره، 3 امتیاز بعدش از دست میده. خب قطعا به ضررش. بازی ادامه پیدا میکنه. سفید میاد فیلشو میذاره اینجا، به اسب سیاه حمله میکنه. حالا اسب سیاه آیا دفاع داره؟ بله، توسط دو تا پیاده داره دفاع میشه. یعنی چی؟ یعنی سفید داره تهدید میکنه که بیاد این اسب رو بگیره. سیاه هم داره میگه خب اگر اسب رو بگیری منم با پیاده این فیلت رو میگیرم. اما یک موضوع دیگه هم که هست اینه که بعد از اینکه سفید این اسب رو بگیره، دیگه دفاع پیاده خونه E5 هم از بین رفته و بعدا میتونه با اسبش بیاد این پیاده رو بگیره. پس اینجا سیاه باید یک حرکتی بزنه، یک کاری بکنه که این موضوع در آینده براش مشکل ساز نشه. خیلی اینجا مثلا حرکت A6 رو بازی میکنن، خیلی هم اسب F6 رو بازی میکنن. جفتش حرکات خوب و شاخه های استانداردی هستش. الان مثلا اسب F6 رو میریم ما جلو. اگر اسب رو تعویض کنه باید با پیاده ستون D سیاه بگیره و در اینجا اگر سفید سعی کنه با اسبش پیاده ستون انگار پیاده E5 رو بگیره، سیاه یک حرکت فوق العاده داره. با وزیر میاد میشینه در خونه D4، به اسب و به پیاده سفید حمله میکنه. برداشت همزمان حمله کرده، یعنی دو تا حمله همزمان در آن واحد، یا به قول معروف یک حمله دوگانه انجام داده، یک حمله دو جانبه. خب این موضوع خیلی خیلی سفید رو اذیت میکنه، چون سفید یا باید بیاد اسبش رو نجات بده یا پیادهش رو نجات بده. قطعا نمیتونه از هر دوش با هم دیگه دفاع کنه، هیچ راهی نداره. و قطعا چون اسبش قدرتمند داره میاد اسبش رو دفاع انگار فراری میده و سیاه هم میاد با وزیرش پیاده سفید رو میگیره و پیاده که عقب بود رو جبران میکنه. پس هیچ چیزی سفید جلو نیافتاد. اینجا هم که باید رفیکیش کنه، مثلا وزیرش اگر بخواد بیاره بعد از تعویض وزیرها شاه سفید از شاه قلعه افتاده و خب قطعا این پوزیشن خیلی به نفع سفید نیستش. پس حالا از یک شکل دیگه بخوایم پیش بریم، مثلا اینجا خب دیدیم انگار تعویض این فیل با این اسب خیلی کارساز نیست. سفید میاد D3 بازی میکنه، از پیاده E4 دفاع میکنه. دقت کنید سیاه با حرکت اسب در F6 اینجوری اسب در F6 از پیاده E4 به پیاده E4 حمله کرده. سفید هم میاد با حرکت D3 از این پیادهش دفاع میکنه و در آینده هم برای تعویض این اسبه و گرفتن پیاده E4 آماده میشه. چون بعد از این اگه این وزیر بیاد اینجا و حمله دوگانه انجام بده، دیگه به این پیاده حمله نکرده، چون این پیاده دفاعشو داره، فقط اسب سری برمیگردونه و کلی جلو میفته. بازی ادامه پیدا میکنه. سیاه هم که میدونه الان باید به حال این سربازیش فکری بکنه، میاد مثلا یا D6 بازی میکنه یا اسب در D6 که اصلا مهره خوب، اصلا حرکت خوبی نیست. بهترینش همون D6 با پیاده ازش دفاع میکنه. راه فیل سفید روی خودشو باز میکنه، درسته راه فیل سیاه روشو بسته، اما سیاه رو از اینجا یا از این طرف میشه گسترش داد. سفید بازی ادامه میده. سفید اینجا میتونه شاه قلعه بره، یا مثلا ممکنه بیاد با فیلش اینجا اسب رو به وزیر سیاه آچمز کنه، یا هم میتونه با اسبش انگار بیاد و اسبش رو گسترش بده. فرقی نمیکنه، شاه قلعه بهترین حرکت سفید هستش. سیاه هم میاد فیلش رو گسترش میده، سفید رخش رو میاد میذاره تو ای. و دیگه از اینجا به بعد بازی وارد مرحله وسط بازی میشه، دیگه از گشایش عبور کردیم. پس این یه موضوع از انگار چیز بود، چی میگن، حمله و دفاع. حمله و دفاع رو ما اینجا گفتیم با هم.
بریم یک مثال دیگه هم بزنیم از این حمله و دفاع. خب توی این پوزیشن نهاد حرکت با سیاهه و سیاه میتونه با چند تا کیش و چند تا حمله انگار دو جانبه و دوگانه که همزمان به دو تا مهره حمله میکنه یک سری برتریایی بگیره. اول میاد با وزیرش میزنه در خونه B2، به شاه حریف کیش میده، شاه حریف رفع کیش میکنه. خب اینجا که ما زده بودیم توی B2 یک کاری کرده بودیم، هم به شاه حریف حمله کرده بودیم و هم به پیاده E5. بعد از رفع کیش شاه حریف با وزیر میایم میزنیم در E5 مجددا، هم به شاه حریف هم به رخ حریف حمله کردیم. مجدد شاه حریف رفع کیش میکنه و رخش رو میگیریم. توی این پرسه یک رخ از حریف جلو افتادیم، بهش هم کیش دادیم. دقت کنید که نمیتونه با وزیر در H7 ما رو کیش اومد کنه، مجبور رفع کیش کنه، حالا یا با شاه یا با وزیر، هر کدوم که انتخاب کنه. به هر حال ما یک رخ ازش گرفتیم و نسبت به اول پوزیشن کاملا جلو افتادیم. بسیار عالی، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت کنید.